روز 20 ماه سال 2024 مرکز سودای سادات در محله 46 شهر دوشنبه به کامی آتش رفت. در ویدیویی که شاهد حادثه ثبت کرده است دیده می شود که آتش قبط بالایی و بام بنا را فرا گرفته است و از بام بنای مرکز سودای سادات به آسمان دود غفص و علنگه آتش بلند شده ایستاده است. به گفته شاهدان برای فرو نشاندن سوختار چندین ماشین سوختار نشانی به جای حادثه آمده است. مقامات این حادثه را شرح ندادند و سبب سوختار و حجم ضرر رسانده‌اش نورافشان باقی میماند. در مرکز سودای سادات چندین مغازه و داروخانه، شعبه بانک، قبولگاه طبی دندان، نقطه‌های خدمت رسانی و همچنین مهمانخانه جایگیر شده است. این بار اول نیست که در تاجیکستان بازارها و مرکزهای سودا دچار سوختار میشوند. مقامات در اکثر کل موارد رسش کوتاه ناقل‌ها را سبب این آفت‌ها می‌نامند، ولی بازارنشین‌ها گاه‌ها درباره احتمال قصداً آتش زدن دکان‌هایشان حرف می‌زنند.